سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه یکم اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسید 10. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. زهرالتوشچوی جان دو کودک را گرفت و 3 کسی دیگر را بستری نمود. این دفعه در ناحیه فرخار. بار اول نیست که خانواده ها در جنوب تاجیکستان از زهرالتوشچوی میفوتند. زهرالتوشچوی نوبتی از یک گیاه زهرآگین در یکی از پختزارهای جماعت گلشن رخ داده است. تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. پسر گل شیرالی به آزادی برآمده است. دلوار گولوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان بعد 1 سال ادای جزا از محبس آزاد شد. او در مناقشه با یک کارمند پلیس عیبدار شده با جرم اوباشی زندانی شده بود. از این پیشتر هم نام دلوار گولوف سر زبان رسانه ها افتاده بود. او را با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر مأموران میلیسا در طرفخانه گلکسی شهر دوشنبه بازداشت و برای 5 روز حبس نموده بودند. امروز در میدان تیانانمن شهر پکین 70مین سالگرد سر قدرت آمدن کمونیستان در چین تجلیل می شود. در این چاره‌بینی پرزیدنت چین سی جین پین که همزمان رئیس حزب کمونیست می باشد همراه با دیگر رهبران این کشور حضور خواهد داشت. ضمناً چین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی با اقتصاد تاجیکستان است و سال گذشته میزان داد و گرفت بین دو کشور به مرز 1.5 میلیارد دلار رسیده است. بازارهای تاجیکستان هم سرشار از مال‌های چینی است. اما در برنامه امروز درباره قندک‌های چینی هم صحبت می‌کنیم که ارزان و دسترسند اما زیان آور به سلامتی کودکان. آزمایش معین کرده است که شیرینی‌های چینی که به قبل از هر کوچه و پس کوچه‌های تاجیکستان می‌توانند آن را به آسانی پیدا کرد از چندین ماده‌های ضررناک کیمیایی عبارتند و می‌توانند اطفال را به ده‌ها نمودی بیماری‌ها گرفتار نمایند. اما با این وجود سال‌هاست این نوع محصولات در بین کودکان و نورسان خریداران زیاد دارد. چرا تا به حال جلوی فروش این گونه شیرینی‌های زهرناک گرفته نشده است و افرادی وارد کننده به جزا میمانند؟ سال‌ها است که در یک گزارش برنامه خبری از سوی همکاران ما در دوشنبه مطرح می شود. همچنین در برنامه امروز درباره جلسه نوبتی پارلمان تاجیکستان هم گزارش می دهیم که در آن مسئله های دادن یک کان نقره به چین و تغییر علاوه ها به قانون مطبوعات بررسی می شود. سپس در باره ادامه محاکمه دادگاهی کبیروف مالک بازار سلطان کبیر نیز صحبت خواهیم کرد که مسئله سرخوش بودن او هنگام رانندگیش در وقت صدمه مطرح می گردد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری می کنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری روی داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.